پس از فارغ التحصیلی از کالج، دو دوست به نامه کتی و اسلون تصمیم میگیرند به مدت 1 ماه در یک مزرعه روستایی و ارگانیک کار کنند و برنامه‌هایی برای سفر بعدی به شهر نیویورک دارند. عموی کیتی، یک مأمور FBI، آنها را به ایستگاه اتوبوس میبرد و به آنها دستور میدهد که برای اطمینان از ایمنی آنها در سفر یک پیامک رمزگذاری شده روزانه برای او ارسال کنند، در حالی که کیتی و اسلون در رستورانی منتظر اتوبوس هستند. دو پسر خوشتیپ به نامهای لوکاس و جید به آنها پیشنهاد می‌کنند تا به مزرعه بروند. با وجود اینکه کتی مردد است، اسلون او را مجبور می‌کند تا این پیشنهاد را بپذیرد. هر دو رضایت می‌دهند و در کامیون پسرها بار می‌کنند. با این حال، پسران در مزرعه توقف نمی‌کنند و در عوض در خانواده جد مسیری انحرافی می‌کنند. دخترها به مادر پسرها معرفی می‌شوند و او برای آنها غذایی سرو می‌کند که باعث سیاه شدن آنها می‌شود. هنگامی که آنها به هوش می‌آیند، دختران خود را در داخل ظروف ذخیره‌سازی بزرگ در وسط جنگل به زنجیر می‌بینند. آنها متوجه می‌شوند که قربانی یک حلقه استثمار جنسی هستند که توسط مردی به نام بوریس اداره می‌شود. همانطور که بوریس از طریق تلفن کتی نگاه می‌کند، متوجه متن کت شده می شود، اما غافل از اینکه باید هر روز آن را تغییر داد. متنی می‌فرستد که همه چیز خوب است. او به پسرها دستور می‌دهد تا دخترانی را آماده کنند که سپس توسط کلانتر محلی مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. مردی با ماسک خوک و یکی دیگر از افراد محلی. اما متوجه مشکلی در متن بعدی خواهرزاده‌اش می‌شود و تصمیم می‌گیرد دخترها را جستجو کند. او در شهر ظاهر می‌شود و با کلانتر محلی صحبت می‌کند که سعی می‌کند نگرانی‌های امور را برطرف کند. پس از اطلاع کلانتر فبای بوریس به جد دستور می‌دهد که دختران را دور بیاندازد و آنها را در جایی که بقیه را رها کردند رها کند. اما که دل سرد نشده با کارمند رستوران صحبت می‌کند. او دخترها را می‌شناسد و به عمو میگوید که آنها را با چند پسر در یک کامیون آبی دیده است. بوریس کتی به ظروف ذخیره‌سازی برگشته و مجبور می‌شود از قبل با افراد محلی درگیر شود. در ابتدا او بازی می‌کند، اما سپس با گاز گرفتن در گردن او را می‌کشد. کیتی کلیدها را پس می‌گیرد و خود و اسلون را آزاد می‌کند. با رسیدن کلانتر به صحنه، او جسد یک فرد محلی را پیدا می‌کند، اما به اطراف می‌چرخد تا ماشین پلیس او را که توسط دختران دزدیده شده است، پیدا کند. دخترانی که برای انتقام آماده شدند، در یک فروشگاه سخت افزار می‌ایستند و سلاح‌های موقتی تهیه می‌کنند. بوریس به خانه می‌رسد و متوجه می‌شود که در کمین 2 دختر افتاده است. آنها او را برای اطلاع از همدستان باقی مانده بازجویی می‌کنند و به محض اینکه او تسلیم شد، دختران او را می‌کشند. دختران همدستان باقی مانده را ردیابی می‌کنند و هر یک را به روش‌های فزاینده مبتکرانه به قتل می‌رسانند تا زمانی که همه دست اندرکاران از بین بروند.